سرخط خبرها. تاکید امارت اسلامی بر مبارزه جدی علیه داعش. ذبیح الله مجاهد گفت بازداشت عضو داعش در پاکستان با اطلاعات امارت اسلامی انجام شد. و پاکستان جایگاه پرورش، پیدایش و تربیت توریست‌های و بایز داعش در جهان است. واکنش وزیر دفاع پاکستان به اظهارات اخیر مولانا فضل الرحمن. او مقایسه عملیات نظامی علیه TTP با حملات هند به خاک پاکستان را نادرست دانست. تجاوز او یرغل دی او په آینده کې باید د داسې کړنو څخه مخنیوی وکړي. اعمار پل دوم کمپنی در مسیر شاهراه کابل کندهار. این پل به ارزش 60 میلیون افغانی در 9 ماه ساخته شده است. و ادامه نقض آتش‌بس در غزه. اسرائیل حملات خود در این باریکه را تشدید کرده است. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز چهارشنبه سوم جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 24 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که بازداشت یک عضو داعش در پاکستان که تابعیت ترکی داشت بر اساس ارائه اطلاعات امارت اسلامی صورت گرفته است. پیشتر رسانه‌های ترکی از بازداشت این فرد در امتداد خط فرضی دیورند خبر داده بودند. گزارش از نستر نمیری. پس از بازداشت یکی از اعضای گروه داعش در پاکستان که تابعیت ترکیه را داشت، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرد که این دستگیری بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی امارت اسلامی انجام شده است. پیشتر نیز امارت اسلامی بارها از حضور و فعالیت گروه داعش در خاک پاکستان هشدار داده بود. نیونې ښکاره کوي چې د داعشیانو مهم خلک او مرکزونه د ډیورن کرښې پورې غاړه موجود دي. په دې اړوند اسلامي امارت مخکې خپل اندېښنه څرګنده کړې وه او ځینې معلوماتونه هم شریک کړي وو او بل دا ده چې د نیونې په خپله زموږ د ادعاو د ثبوت لپاره کفایت کوي او خو باید هېڅ هېواد هم د داعش د پدیدې نه د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي او د خپلو موخو او اهدافو د ترلاسه کولو لپاره داسې ناسمې لارې اختیار نه کړي. پیشتر رسانه‌های ترکی گزارش دادند که سازمان استخبارات ترکیه محمد گورن تبع این کشور را در امتداد خط فرضی افغانستان و پاکستان بازداشت و به ترکیه منتقل کرده است. گفته می شود که وی با نام مستعار یحیی در مراکز داعش در پاکستان آموزش دیده و قصد اجرای حملات در افغانستان، پاکستان، ترکیه و اروپا را داشته و نقش مهمی در انتقال افراد جذب شده از ترکیه به پاکستان ایفا کرده است. یک سند بسیار بزرگ خوب است که نشان میده که استخبارات افغانستان با همکاری استخبارات ترکیه تانستن این شخص گرفتار کنند و پاکستان جایگاه پرورش، پیدایش و تربیت توریست‌های و بایز داعش در جهان است. همچنین به گزارش المرصاد رسانه نزدیک به امارت اسلامی محمد گورن پس از جذب توسط ابو عمر ترکی از مسیر ایران به بلوچستان و پاکستان منتقل و حدود 6 ماه در این کشور آموزش دیده است. با این حال آگاهان نیز باورمندند که همکاری‌های اطلاعاتی منطقه می‌تواند به مقابله با داعش و افزایش ثبات کمک کند. این پاکستان است که ټیکه‌داری ناامنی کشورهای آسیای میانه و حتی روسا و چینایی ها را موانع برشان ساختن و ناامنی را در منطقه سازمان دادن. این وظیفه را از ادرس غربی ها و از همکاری نزدیک با غرب بالخصوص امریکا و انگلستان استخبارات پاکستان در منطقه پیش میبره. گفتنی است که پیشتر کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل در 16مین گزارش خود اعلام کرد که سلطان عزیز عزام سخنگوی داعش خراسان در 16 می سال روان میلادی در پاکستان بازداشت شده است. موردی که به باور برخی آگاهان اسلام آباد با برجسته سازی این بازداشت‌ها به دنبال امتیازگیری سیاسی از غرب است، در حالی که فعالیت این گروه‌ها در داخل پاکستان ادامه دارد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به اظهارات اخیر مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام این کشور واکنش نشان داد. او مقایسه عملیات نظامی اسلام آباد علیه تحریک طالبان پاکستان با حملات هند به خاک پاکستان را نادرست دانست. گزارش از ناهید اندر.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در واکنش به اظهارات اخیر مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان مقایسه عملیات نظامی اسلام آباد علیه تحریک طالبان پاکستان با حملات هند به خاک پاکستان را نادرست و نامناسب خوانده است. وی تاکید کرده که اقدامات پاکستان علیه TTP به عنوان یک تهدید مستقیم علیه امنیت ملی کشور در چارچوب دفاع مشروع صورت گرفته و قابل قیاس با حملات هند در ماه می گذشته نیست. این موضوعگیری پس از آن مطرح شده که رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با انتقاد از اعتراض پاکستان به حملات هند ادعا کرد که انجام عملیات فرامرزی پاکستان علیه اهداف در خاک افغانستان شد. د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د پاکستان داخلي ستونزه او مشکل دی او باید په داخل کې وته د حل لار پیدا کړي. دا په افغانستان پورې کومه اړه نه لري او د پاکستان د پوځي رژیم حملات په افغانستان باندې دا د نړیوالو اصولو پر اساس باندې تجاوز او یرغل دی او په آینده کې باید د داسې کړنو څخه مخنیوی وکړي. شمار از آگاهان سیاسی میگویند که برخی چهره‌های سیاسی پاکستان هنوز هم با حمایت از سیاست‌های مداخله‌گرانه اسلام آباد تلاش دارند حقیقت را پنهان کرده اهداف سیاسی خود را دنبال کنند و در نهایت خود را از پیامدهای این سیاست‌ها بری بدانند. خواجه آصف و سایر رهبران ملکی پاکستان که در چوکات حمایت استخبارات و فوج پاکستان فعالیت میکنند کوشش میکنند که این عملات مداخله‌گرانه خود کتمان حقیقت کنند و امو برنامه استخباراتی خود را پیش برند و خود تبرئه کنند. علمای پاکستان در این رابطه سخنهای ارزشمندی زده به پاکستان و مولانا فضل الرحمن اعلان کرده که هیچ حکومتی در پاکستان دوستی مردم افغانستان و دوستی حکومتی که در کابل بوده هیچ وقت نبوده. گفتنی است که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام این کشور در نشست مجلس اتحاد امت پاکستان اظهار داشت که حمله به کابل با این توجیه که دشمنان هدف قرار گرفتند قابل قبول نیست و افزوده که امارت اسلامی افغانستان خواستار ایجاد روابط مستحکم، صادقانه و پایدار با پاکستان است، روابطی که به گفته وی هیچ یک از دولت‌های گذشته افغانستان اراده واقعی برای آن نداشتند. وزارت فواید عامه از ساخت پل دوم کمپنی در مسیر شاهراه کابل کندهار خبر داده است. مسئولان این وزارت میگویند که این پل به ارزش 60 میلیون افغانی ساخته شده است. باز هم گزارش از ناهیدان در افتتاح پل دوم خط دوم سرک کمپنی در شاهراه کابل غزنی از سوی وزارت فواید عامه. معین تکنیکی وزارت فواید عامه در مراسم افتتاح این پروژه گفته که با استقرار امارت اسلامی شرایط مناسب برای اجرای پروژه های زیربنایی به گونه بی‌سابقه فراهم شده و جلوی فساد، خیانت و اختلاس گرفته شده است. و افزوده که امارت اسلامی با تعهد کامل در راستای تطبیق پروژه های زیربنایی اساسی گام های جدی و عملی برمی‌دارد. امارت راغلو بیرته ډیر عاجل حکومت منظم روان شو او په هر برخه کې د حکومت سرخ د پخوانه په ښه ترتیب باندې په حرکت شروع وکړه او په هیڅ برخه کې توقف ونه شو. در همین حال محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه گفته است که پل افتتاح شده 56 متر طول و 13.5 متر عرض دارد که 2.5 متر آن به مسیر پیاده‌رو اختصاص یافته و بخش باقی مانده برای عبور وسایط نقلیه در نظر گرفته شده است. با گفته او هزینه ساخت این پل حدود 60 میلیون افغانی بوده و در مدت نزدیک به 9 ماه تکمیل شده است. 13.5 متر عرض دارد که 2.5 متر آن پیاده‌رو می باشد، متباقی مترو است. قیمت پل حدود 60 میلیون افغانی است که در مدت کاری حدود 9 ماه کاری پروژه تکمیل شده است. همزمان با افتتاح پل دوم در مسیر شاهراه کابل غزنی شمار از رانندگان این مسیر تاکید می‌کنند که ساخت این پل نقش مهمی در سهولت رفت و آمد داشته و مشکلات ترانسپورتی مردم تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. با مردم بسیار یک سهولت شد. حالا مردم میتونه که بدر بسیار خوب وقت با زودترین وقت از پل گذار کنن بره. واقعا چې د ملت د پاره یو لوی سهولت رامنځته شول، بیروبار کم شول، نور کله دلته ډېر ازدحام و. بر اساس گفته‌های وزارت فواید عامه برای بهبود زیربناها و ایجاد سهولت‌های بیشتر برای مردم پروژه‌های متعددی را در بخش‌های مختلف کشور تطبیق خواهد کرد. این وزارت اطمینان می‌دهد که برنامه‌های انکشافی با تعهد کامل و نظارت جدی به پیش برده می‌شود. و در ادامه هم چند خبر کوتاه جهان.
رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که ارتش اسرائیل با نقض آتشبس حملات زمینی، هوایی و توپخانه‌ای خود به مناطق مختلف نوار غزه را تشدید کرده است. بر اساس گزارش‌ها، شرق اردوگاه البریج، محله التفا در شرق شهر غزه، خان یونس و رفح در یک شبانه روز گذشته هدف قرار گرفتند. تاکنون آمار دقیقی از تلفات این حملات ارائه نشده است. این حملات در حالی انجام می شود که تلاش کشورهای میانجی برای اجرای مرحله دوم توافق آتشبس غزه جریان دارد. شبکه الجزیره گزارش داده که 2 افسر پلیس و 1 تن دیگر روز چهارشنبه در انفجار در جنوب مسکو کشته شدند. کمیته تحقیقات روسیه در بیانیه اعلام کرده که این 2 افسر پلیس در انفجاری که هنگام تلاش برای بازداشت یک فرد مشکوک رخ داد کشته شدند. فرد سومی در محل رویداد در نزدیکی 2 افسر پلیس ایستاده بود و کشته شد. در بیانیه این کمیته آمده که تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده است. وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 172 پهپاد اوکراینی خبر داده است. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این تعداد پهپادها در جریان شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم شدند. این در حالی است که تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات میان روسیه و اوکراین به خاطر ختم جنگ ادامه دارد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، بدرود.